سوال‌ها البته که در رفتی همون دیبات مشخص میشه. در ذهنتون ما سوالی هست که اگر در حالت امکان دیبات این دیبات ها بعد از معین شد وقتی که سوالش میکنه که آیا حاضر هستی در صحبتی روبرو با اومالی رحمان، میگه که بله حاضر هستم. میگه که شاید یگان سوال داشته باشی. نه من سوال ندارم. ای مرده که خوب نپرسم یگان سوالم نپرس که رنگم توتی واره یگان کپی زیادی نزنم که هم 4 مویدگاه دارم ما سرم میرزه. من فکر میکنم اگر چنین دیبات شود این دیبات بسیار یک مراق انگیز می شود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند. اگر که ما با پرزیدنت روبرو صحبت بکنیم شاید که تمام دنیا گفتنی بود. والله قسم تمام دنیا گفتنی بود که یک فکرش در سرش اومد گفت بخی تمام دنیا در ما چی در کاریم. با تمام 9 میلیون گفت ما رو تماشا میکنه. او تمام 9 میلیون همش شوق تماشا کنیخته نداره. یک نفر موی سفید کمپیوتر زیادن که شما رو تماشا نمیکنه. دومشی که شاید که 1 میلیون کودک باشه که اصلا برای اونا هیچ چیز فرقیت نداشته باشه و 2 میلیون دیگه هم در روسیه هست که به همون خاطر هیچ وقت 9 میلیون شما را تماشا نمیکنه. سلام و درود با تماشاگران گرامی، خوش آمدید به صحبت نوبتی من دوستان عزیز. پیش از اینکه درباره شخص سیاسی گپ بزنم دوستان عزیز، میخوام قصه توتی را و صاحبش بکنم. توتی بسیار لاچک گپزن و زیرک بود. صاحبش هم بسیار دوستش می داشت چون که صاحبش دکاندار بود و مشتریارم به خاطر همین توتی خریداری کنی می آمدن. یک روز صاحبش که جای رفت که در داخل دکان پیشک در آمد. وقتی که پیشک در آمد توتی از ترسش میخواست که فرار کنه. در همین وقتی فرار کنی دوستای عزیز یک شیشه روغن زده شکست که از او طرف صاحبش برگشت اومد گفت ای توتی احمق، این بایگری همین دکان همین شیشه روغن بود. توتی دیگه نمیدانست چی بگه. امی صاحبش یک ده چپلاقش زد، موهای سرش ریختن. خب دیگه توتی ناراحت شد، دیگه گپ نمیزد. صاحبش بسیار ناراحت بود، گفت که مشتری ها نمی آیند. کم مشتری ها به خاطر امی توتی می آمدن. بعد یک روز یک نفر آمد سرش کل بود. وقتی که توتی نفری سرش کل بود دید حیران شد، چون که مثلا پرنده مثل انسان فکر کرده نمیتونه که این نفر میتونه سرش کل باشه. این توتی بعد دگب در اومد. سخناش عجیب سخنای زور بودن. ای کلک تو با کلان آمیختی مگر از شیشه روغن ریختی؟ حیران شدن که توتی بیچاره دیگه گپ نمیزد. به طرف همون نفری که سرش کل بود گفت که ای مردکی کل، تو با کلا شدی که تو کل شدی؟ یا ای که مثل ما شیشه روغن ریغزاندی که زدنت سرت کل شده است؟ من میترسم که همی نامزد پرزیدنت به خاطر هم شیشه عرق ریزوندن از طرف حزب حاکم شتپتا نخره که همی 4 دانه موی دیگه داره هم موهاش هم گم شون. خب دوستای عزیز در حقیقتا نقل خیلی خوب بود. میگذاریم در قسم صحبت های خیلی که مهم هستن. اولش این که نامزد میگه که من برای رحمانوف سوال ندارم. خبرنگار سوالش میکنه که شاید شما یک سوال داشته باشین. میگه نه تا برنامه حزب ما تیار نشوه من سوال ندارم. من از طرف قانونی بگم دوستای عزیز که کمک با سیاست بفهمین. وقتی که یک نامزدی خودشه به کرسی پرزیدنت پیشنهاد میکنه، به خاطر پرزیدنت شدن پیشنهاد میکنه، اون نفر باید حتما در سرش سوالهای زیاد داشته باشه. به یک خاطری به یک هدف این نفر بخواه رئیس جمهور بشوه. نه اینکه مثلا هیچ چیز نمیدونه میخواه که برای رئیس جمهور بشوه. این معنای او را داره دوستای عزیز که این نفر زرخرید است. اما یک چیز دیگه نگفتن نمونه که این قدر حالتش تنگ شده ایستاده است این بیچاره را که امی انتظاره که کی همی خبرنگار از خانهش بیرون بروه. در فکرش همی تا چرخ خورده است که همی خبرنگار بروه زنک میگون که یک توقع رو تاو کنه تا آخرش همی بخرمن اونا رو همی تا بشکنم فطیره و با هم خیلی از همین نگاهش بسیار معلومه که ای همی فقط برای قروتاوخری به کار می آید. وقتی که سوالش میکنه که آیا حاضر هستی در صحبتی روبرو با اومالی رحمان،
میگه که بله حاضر هستم. میگه که شاید یگان سوال داشته باشی. نه 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 من سوال ندارم. ای مرده که خوب نپرسم یگان سوالم نپرس که رنگم توتی باره یگان گپی زیادی نزنم که هم 4 مویدگاه دارم من سرم میرزه. خوب به اون طرف این دوستای عزیز که باز میگه که اگر که ما با پرزیدنت روبرو صحبت بکنیم شاید که تمامی دنیا گفتنی بود. والله قسم تمامی دنیا گفتنی بود که یک فکرش در سرش اومد که بخی تمامی دنیا در ما چی در کاریم. با تمامی 9 میلیون گفت ما رو تماشا میکنه. او تمامی 9 میلیون همش شوق تماشا کنیخته نداره. یک نفر موی سفید کمپیوتر زیادن که شما رو تماشا نمیکنه. دومشی که شاید که 1 میلیون کودک باشه که اصلا برای اونا هیچ چیز فرقیت نداشته باشه و 2 میلیون دیگه هم در روسیه هست که به همون خاطر هیچ وقت 9 میلیون شما را تماشا نمیکنه. میگه که این دیبت ها بعد معین شدن برنامه حزب و نامزد برگزار میشوند. این گپ درباره برگزار شدن این گپ ها نرفته است. گپ درباره این رفته است که یگان سوال داری وقتی که میخواهید با رحمانوف صحبت کنی مصاحبه کنی در دیبت بفرقت رحمانوف یگان سوال داری؟ میگه نه یگان سوال ندارم. خیلی به خاطر چی اگه نامزدی تمونده ایستادی؟ وقتی که سوال نداشتی. این خیلی نفرها رو راستی دوستای عزیز من هیچ وقت نمیخواستم نه با پول نه بدون پول اینا را بگیم که از طرف خودم داشته باشم. نگاه کنین رحمانوف یک کارای میکنه که در حقیقت خنداور است. اینا در همین اولین کلمه که همین انسان از زبانش بیرون کرد شما را فروخت. یعنی گفت که من یگان سوال ندارم. همین قدر ماندگی بود که بگه که تعریف کنه. ده اگر همین پیشوای ملت میگفت بعد میدونستم که شما این نامزدی گم میکردین چون که اینا حق ندارن که پیشوا و هیچ را بگن چون که خوب باید خچه همچون نامزد نشون بده. اما از این رپک زدنش معلومه که این نامزد به فیلم $10,000 گرفتگی یک وزلین دیگه تحفه که هم هر شب شکل تا روشنی کنه در پیشونی کلش خدمه ببینم. خواهان میکنیم اون مشکلات جامعه است. دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کننده رو میپرسیم و میگه که این مشکلات جامعه را و دیدگاه و نظر پرزیدنت عمل کننده را میپرسیم. پرزیدنت عمل کننده میموند که دیدگاه و نظرش را پرسی. خود همی گپا را گفته ایستاده به همی گپات باور نداری. خوب مجبور شدی که در این سوال یگان جواب بدی. مثل همی گفتم که دعا کرده ایستاده که همی خبرنگار از خانت براو یک توقعات بیارن در همی عصبات تسب دارن همی را بزنی و کمک راحت بشه. اینه که خب هیچ گم نداره. این سوالا زیاد میشن. وقتی که به سیاست آمدی باید حاضر باشی به این طور سوالا جواب بدی. مراق انگیز میشود. برای ما هم بسیار مراق انگیز است. این اکم بغیر از این مراق انگیز یگان گپ دیگه نداشته است. بسیار مراق انگیز است که این خیل میشه. بسیار مراق انگیز است که این چیز این خیل میشه. یکی جوخی مراق انگیز تا بمون. مراق انگیز تا بمون. یک بار تکرارش کردی 2 بار تکرارش کردی 3 بار تکرارش کردی بس بده که ساخی مراق انگیز تا آخری مصاحبه را در این باره مراق انگیز گپ زدی. خوب فهمیدیم که یک کلمه اگ میدونستی. فهمیدیم که یک مراق انگیز میدونسته بستی. به همون خاطر بیا که در این باره زیاد گپ نزکی. راستی مردم خنده گرفته ایستاده است. بسیاری ها در سری کلی خودت نگه دارن فکر میکنن که اگر در یکان جنگل انسان برا و نوادای یکی دیگه یکان آینه پاینه نباشه همی سری خودت میتونه که یک آینه خوب باشه. شما پل در کار دارین. از کجای پلا را میارین؟ این پلا جمع شده ایستادن. البته مبلغ‌های دیگر هم جلب کرده میشن ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ البته علاقه یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ‌های دیگر هم با جلب کرده میشن. از این طرف میآین از اون طرف میآین. از کجا میآین؟ وقتی که شما را 99% تاجیکستان یگان نفر نمیشناسه اصلا شما نوپیدا هستین. از کجا شما را کی شما را سرمایه گذاری میکنه؟ ای بیاین در همین چشم مردم خوک نپاشین. یگان کسی یگان تنگه را برای شما نمیته. برای که در سیاست همین خیلی که باید حداقل مردم 40-50% باور کنن که شما پیروز میشین در انتخابات. شما خوب در انتخابات پیروز نمیشین. برای هر یک کودک معلومه.
کی شما را سرمایه گذاری میکنه؟ یگان نفر. بعد یک چیز دیگر دوستای عزیز فراموش نکنم که در دام یک ماه 250,000 امضا را جمع کردن، حتی حزبایی که همه تاجیکستان میشناسن شو، برای اونا مشکل ای. این رحمت الله ظاهرов دست کشید در نامزدی. به خاطر چی؟ به خاطر چی دوستای عزیز؟ به خاطری که اینا در دام یک ماه میخواهند که نامزد پرزیدنت 250,000 امضا جمع کنه. این اصلا غیر قابل امکانه. این کار اصلا کردنش قینه. در همین وقتی که خودش پاندمی ای، کرونا ویروس ای، از اون طرف مثلا 250,000 امضا در یک ماه جمع کردن خیلی قینه دوستای عزیز. با همون خاطر اینا کوشش کرده ایستن که حتی هم یک حزبی رحمت الله ظاهرov که کمک میتونه مثلا آواز بیاره، کمک میتونه حقیقت حزب حقیقی ای، او را هم نتونه در انتخابات اشتراک کردن. من هم یک سوال میکنم که خیلی این انتخابات شما یک بازیچه اعلان کردگی است. نه یک انتخابات در تاجیکستان برای هم معلوم است که انتخابات نیست. لیکن شما چرا این انتخابات کرده ایستادین؟ همین انتخابات چی در کار است که وقتی شما یگان از دیگر نفرها رو نمیخوایم ببینین؟ این کلاکار دوستای عزیز به خاطر چی درباره این کاندیداتا میخوام صحبت بکنم؟ به خاطر چی میخوام که این نامزدا رو برای شما شناس بکنم که اینا یگان نامزد حقیقی نیستن، اینا همون فیکن، همون مستعاری که ما و شما در اینترنت داریم اینا هم فیک ها هستن. فقط کارشون هم یک ماه انتخابات های. بعد همین انتخابات تیار شدن اینا رو اصلا نمیبینی. ولی یک تاییدگاش هست دوستای عزیز، باور کنین امی یک نامزد دیگه هست که انشالله دفعه دیگه اون نواری او را میکنم که این قدر بخندین دوستای عزیز که از خنده راهش تان براوه. و با چی گفتنی هستم، این نفر اگر امی یک توقع باشه، این گپ تکراریش دیسود است، یک توقع باشه، یک چای کبود دیگه هیچ کار در دوستای عزیز کار نداره. خب هم یک ماه انتخابات دم یک هیاهوی شاید بکنه، اینم اصلا با یگون نفر اینا گپ نمیزنن، هیچ کس هم نمیشناسه شد. در دوام یک ماه میتونسته بستن که 150,000 امضا جمع بکنن. به خدا هر کاری که با دروغ شوه او جوابگاری داره. هر کاری که با دروغ شوه میگن که عمر دروغ کوتاه های. نگاه بکنین شما امروز لوکاشنکو را برای خودش 81% بود، 83% داد. حکومتش رو به شکست است. امروز نباشه فردا نباشه پس فردا تمام دیگه. موتوری انقلاب در بلاروس یا در کار در اومدگی حتما یکون گپ میشوه، حتما از بین میره، تمام دیگه. مردم بلاروس بر روزهای نزدیک آزادی را احساس میکنن دوستای عزیز. و میخوام دوستای عزیز در آخر به شما تاکید بکنم که من با این سخنام نمیخوام که خود من همچون دشمن یک نفر نشان بدم. نه دوستای عزیز، من همچون یک نفر میخوام که چهره این چنین شخصانی بازینگر را برای شما نشان بدم و مقصدی من تحقیر کردن یک شخص نیست. مقصدی من دوستای عزیز یک نفر را پس زدن نیست. به همون خاطر نفرانی که آبونه نیستین، نفرانی که مثلا در کانال من شریک و نیستین، خواهش میکنم که آبونه بشین و همین نوارا را با دوستانتون روان بکنین تا اینکه ما بتوانیم کار خود بیشتر بکنیم و بیشتر برای شما صحبت‌های پندآمیزی داشته باشیم. خدا حافظ، در امان الله باشین.